سلام دوستان، وقتتون بخیر. پارچه جدید کشت نشای هیدروپونیک رو بهتون معرفی میکنم. این پارچه در عین اینی که الیاف بسیار نرم و لطیفی داره، ضخامت بسیار نازکی داره، قدرت جذب آب خیلی بالایی داره. برای این تست من مقداری آب روی این سطح میریزم و شما قدرت جذب این پارچه رو ببینید. به سرعت آب رو جذب میکنه و به تمام قسمت های این پارچه پخش میشه و حتی این طرف پارچه شما میتونین آب رو ببینید. این سرعت جذب این پارچه است که در تمام مدتی که نشای شما توی کانال قرار داره برای جذب آب تمام سطح ریشه رو مرطوب نگه میداره و آب رو به خودش جذب میکنه و ریشه شما از مواد مغذی که بهش دادین تغذیه میکنه. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.